قراره توی این ویدیو با هم با 10 تا از بهترین سریال‌های عاشقانه ترکی که در سال 2022 پخش شدن آشنا بشیم. همین حالا عضو کانال لنز بشین و تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. شماره 10. سریال عزیز. این درام عاشقانه زیبا در اواخر سال 2021 شروع شد و به تازگی هم فصل اول اون به پایان رسیده. از بازیگرای اصلی این سریال میشه به مورات ییلدیریم، داملا سونمز و سیمای بارلاس اشاره کرد. این سریال مخاطبا رو با خودش به سال 1930 میبره، جایی که یه پسر جوان از یه خانواده ثروتمند و بانفوذ باعث مرگ یه سرباز فرانسوی میشه. پس هر چی که داره و نداره از جمله عشقش رو رها میکنه و از اونجا فرار میکنه. بعد از گذشت چند سال از اون اتفاق برمیگرده، اما دیگه برای اون هیچی مثل سابق نیست. پس مجبور میشه از نو زندگیش رو بسازه و اون وقتی که تازه عشق واقعی رو پیدا میکنه. شماره 9. سریال اگه یه مرد عاشق بشه. این سریال کمدی عاشقانه در سال 2022 تولید و پخش شده و بازیگرای معروفی مثل آلپرن دویماز، بوشرا دولی، یاسمین آلن و تولگا گولچ در اون نقش آفرینی میکنن. توی این سریال زینب زنیه که به خاطر خیانت همسرش از اون طلاق گرفته و درای قلبشو به روی همه مردا بسته تا اینکه با کنان آشنا میشه. اما انگار اون تنها زنی نیست که کنان دلشو برده، چون یلدا همکار جدید کنان هم بعدش نمیاد همکاریشونو به ازدواج ختم کنه. شماره 8. سریال زندگی‌ها و رویاها. سریال عاشقانه زندگی‌ها و رویاها در سال 2022 ساخته و پخش شده و پر از بازیگرای معروفه مثل ملیسا آسلی پاموک، اکین مرت دیماز، آیبوکه پوسات، سرکای توتونجو و اوزگه گورال. داستان این سریال روایتگر زندگی 4 زنه که در یه محله معمولی زندگی میکنن و در تلاشن که رویاهای خودشونو به واقعیت تبدیل کنن. سریال کوه دل. پخش سریال کمدی عاشقانه کوه دل از سال 2020 شروع شده و فصل دوم اون به تازگی به پایان رسیده. داستان این سریال با بازی برک آتان در مورد 3 پسرعموی روستاییه که از بچگی عاشق اختراع کردن بودن و البته با بزرگتر شدنشون این اختراعات همچنان ادامه داره. این وسط یکی از اونا آرزو داره با عشق دوران بچگیش ازدواج کنه و پسرعموهاش سعی دارن راهو براش هموار کنن. شماره 6. سریال دختر پشت پنجره. سریال دختر پشت پنجره یه درام عاشقانه روانشناسیه که در سال 2021 شروع شد و به تازگی هم فصل دوم اون به پایان رسیده. این سریال از روی رمانی به همین نام ساخته شده و بازیگرای اصلی اون بورجو بیریجیک و فیاض شریفولو نام دارن. داستان اصلی اون در مورد زوجیه که هر دو در گذشته خودشون رازهایی دارن که نمیخوان کسی از اونا با خبر بشه، پس برای فرار از اونا با هم ازدواج میکنن. اما توی زندگی این زوج چیزی بهتر که نمیشه هیچ، بدتر هم میشه. شماره 5. سریال خواهر و برادرانم. این سریال که هم عاشقانه است و هم جوون پسند از سال 2021 شروع شده و به تازگی هم فصل دوم اون به پایان رسیده. توی این سریال بازیگرایی مثل آهو یاتو و جلیل نالچاکان نقش آفرینی میکنن و داستان اصلی اون در مورد 4 تا خواهر و برادره که بعد از کشته شدن پدر و مادرشون به شدت به هم وابسته میشن و در مواجهه با مشکلاتشون دیگه جز هم پناهی ندارن. شماره 4. سریال عشق، منطق، انتقام. سریال کمدی رمانتیک عشق، منطق، انتقام
از تابستون سال 2021 شروع شد و به تازگی هم به پایان رسیده. داستان جذاب این سریال که برگرفته از یه سریال معروف کره‌ای به نام بانوی تنهای هیله‌گره با بازی باحال برج اوزبرگ و ایلهان شن و اما داستان این سریال در مورد دختریه که در گذشته یه ازدواج ناموفق رو تجربه کرده، اما بعد از سالها توی شرکت شوهر سابق خودش که حالا آدم ثروتمندی شده استخدام میشه تا شاید دوباره فرجی بشه و بتونه قلبش رو بدزده. شماره 3. سریال حماسه. پخش این سریال تاریخی، اکشن و عاشقانه از اواخر سال 2021 شروع شده که به خاطر داستان خاص، صحنه‌های اکشن و پرهیجان و بازی قشنگ ابرو شاهین و ادیب تپلی خیلی زود تونست در دل بیننده‌ها واسه خودش جا باز کنه. این سریال روایتگر داستان عشق یک دختر جنگجو و یک پسر خانزاده است که هر دو توسط یک نفر یتیم شدن. این دو جوون عاشق عشقشون رو شمشیر و قلبهاشون رو سپر میکنن و غیر ممکن رو ممکن میسازن. شماره 2. سریال آپارتمان بیگناهان. این سریال زیبا و تاثیرگذار که داستانی روانشناسی و عاشقانه داره در سال 2020 شروع شد و به تازگی هم خاتمه پیدا کرده. این سریال که جوایز زیادی به دست آورده پر از ستاره است که از جمله اونا میشه به بیرکان سوکولو، ازگی مولا و مروه دیزدار اشاره کرد. داستان این سریال که برگرفته از بخشی از رمانی به نام درون سکه نوشته گل سرنبو دایجیولوه، روایتگر وضعیت روانی آشفته خان و 3 خواهرشه که در راه عشق با حوادث زیادی دست و پنجه نرم میکنن. شماره 1. سریال قضاوت. سریال درام جنایی عاشقانه قضاوت از اواخر سال 2021 شروع شد و همین تازگیام فصل اول اون به پایان رسید تا با یه استراحت کوتاه در آینده‌ای نچندان دور قوی‌تر از قبل در فصل 2 به کار خودش ادامه بده. این سریال با داستان هیجان انگیز خودش در کنار بازی عالی زوج دوست داشتنی کان اورگانجیولو و پنار دنیز خیلی زود در سراسر دنیا طرفدارای زیادی پیدا کرد و در لیست بهترین سریال‌های ترکی قرار گرفت. داستان اصلی این سریال از اونجایی شروع میشه که یه پرونده قتل، دادستان و وکیلی به نامهای ایلگاز و جیلین رو در کنار هم قرار میده و همین نقطه عطفی در زندگی اونا میشه و باعث میشه مسیر زندگیشون بدجوری به هم گره بخوره. خب، نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ به کدوم یکی از این سریالا بیشتر علاقه داری؟ اسم اونا برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و عضویت در کانال لنز رو هم فراموش نکنین.